در شهر استانبول ترکیه کنفرانس بین المللی با حضور کارشناسان و هیئت‌های بیش از 20 حزب سیاسی از سراسر جهان از روز 12 تا 14 فوریه برگزار شد. این کنفرانس بین المللی 3 روزه از سوی انجمن عدالت و دموکراسی که مقرش در ژنو است انجام یافت. در کار این کنفرانس بین المللی مسائل مربوط به منع فعالیت حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان بررسی شده است. قید کردن به مورد است که بسیاری از کشورها و سازمان‌های با نفوذ مثل سازمان ملل متحد، پارلمان اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، ایالات متحده آمریکا، اتحاد جهانی علمای مسلمانان، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و حزب و حرکت‌های اسلامی ممنوعیت و تروریستی خواندن حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان را که به عنوان یک حزب اسلامی میانه‌رو و معتدل در جهان شناخته شده است محکوم کرده آن را یک عمل صرف دارای انگیزه سیاسی ارزیابی کردند. Сегодня произошло очень важное мероприятие, пресс-конференция в Стамбуле. К этому мы давно ждали, готовились. Все это началось после нашей поездки в Душанбе. И сегодня это все анализ подготовлен в виде вот такого доклада. Этот доклад пойдет все европейские правозащитные организации в мире и, соответственно, будет доведено до каждого. Та информация, которая блокировалась в Таджикистане, отныне будет услышана реальная ситуация. То, что опасает правозащитников, тех, которые были там, коллег наших, которые здесь, в том, что идет процесс закрытый в Таджикистане. Процесс проводится в тюрьме. Соответственно, получается как бы аналогия суд, тюрьма – это одно и то же. Поэтому, конечно же, мы пытаемся, во-первых, чтобы голос таджикского народа был услышан, тех, которые не согласны с тем, что проводится. Эти люди считаются, преследуются по политическим мотивам, по убеждениям, члены этой партии исламского возрождения, что таджикские власти сегодня опасаются или пытаются дистанцироваться от слова «ислам» и все, что, соответственно, дистанцироваться от мусульман. Я не вправе делать какие-то политические заявления, но я с точки зрения права смотрю. В Таджикистане нет беспристрастного, независимого, справедливого суда. Этого не будет. Не надо обнадеживать себя. В Таджикистане не будет справедливого, честного, беспристрастного суда. واقعا در این نشستی که ما امروز اشتراک کردیم سری مسئله خب شخصی یا اینکه فردی سخن نمی رود. البته ما از یک کشور سخن کردیم و حوادثی که در اون کشور به وجود می آید پایمال کردن حقوق انسان، پایمال کردن حقوق مسلمان ها در یک کشوری که 98% مسلمان هست از اونها داریم صحبت میکنیم. واقعا هم کشوری که 98% مسلمان هست و در اون قانون‌های قبول کرده می شود که پارلمان اون کشور قانون‌های قبول میکند که برخلاف فطرت اون مردمی اون کشور است، این است علم آور. ببینید در طی چند سال اخیر منع کردن زنها از مساجد، خب منع کردن کودک‌های تا 18 ساله از مسجد، خب ویران کردن مسجدها، حجاب را از سر گرفتن و بالاخره در وقت‌های اخیر با ریش و با خب شعائر اسلامی دست زدن، همه اینها قانون‌ها و یک رفتارهایی هست که به فطرت اکثریت مردم که مسلمان هست بازی کردن با آنها و تحقیر کردن اونها هست. و در آخر هم ما می‌بینیم که بستن یک حزب سیاسی که خب فعالیت آشکار شفاف دارد و یک حزب سازنده بود که برای بهبودی کشور و برای خاتمه دادن جنگ شهروندی که کشور رو به تباهی می‌برد زحمت‌های زیادی را کرده بود، خب و برای وحدت ملی سهم و تلاش‌های بی‌سابقه را انجام داد و پیش گرفتن او را با غرض‌های سیاسی، با غرض‌های خب نادرستی که امروز بند کردن او و بعدی گرفتن یک بخش کلان از اعضاهای او و معاونهای رئیس حزب و اعضای ریاست و عضوهای عادی آنها را در یک حالت قرار دادن که نه خویش تبار نه نزدیک ها و نه یگان کس از آنها دیدن نکند. این پایمال کردن حقوق انسانی شهروندی است که در کشور ما میگذرد که این یگان سابقه در دیگر جایها ندارد. با علاوه بر این منع کردن شخص های حقوقی، ادوکات ها،
سفید کننده ها یکی به خاطر دیدن از رفتار دادگاه و اینها تلاش میکنن اونها رو منع کردن، اینها هم یک حالت های هست، یک چیزهایی هست که در دیگر کشورها، در بسیار کشورها اینها را دیده نمیشود، مخصوصا در یک کشوری که 98% اون مسلمان هست. البته این نشست به خاطر همین بود تا اینکه از این خب جرم، از این خب ظلم و از این رفتارهای بدی که برای مسلمان ها و برای یک کشوری چون تاجیکستان زیان دارد از اونها صحبت به میان آمد و این جای دارد که از اون صحبت کرده شود و به گوش جهانیان رسانده شود که تاجیکستان کشوری زیبا، آباد و دارای خب همه گونه ثروت‌های مادی و نیروهای معنوی، انسان‌های نیرومندی در تفکر و در ایجادیات، اما یک حکومتی خب مستبد یا یک حکومتی دیکتاتور با رهبری یک دیکتاتور که دارد پیشروی تمام این خب نیروها را، تمام این امکانات را میگیرد، از این سخن میرود و این را برای دیگرها فهموندن و رساندن این یک چیزی مهمه بود که امروز ما شاهد اون بودیم.